امروزه ما یکی از آوازخوانان بهترین سروری انسمبل سازی آوازی گلشن سپان سعید در اینجا حضور دارد. برای سپان جان یک قرصک بانواد سپان جان بیشتر استفامش کن. رحمتی کلون یک رحمتی کلان رئیس اولا من میخواستم همین دیارو به این روز توی تبریکم و در این بزم اشتراک کردن ما گناهگار شکه عبدالرحیم استاد ما سالهای پیش بسیار یک جای کار کردیم و مرور زمان است برطرف تخصیص شده و دیگه فهمیدم که در امیر قشلاق زیرکی توی خش تبور اکه عبدالرحیم است. ما هم دوشنبه گفتیم اگر نریم مگر اکه ما را آق میکنن. اینا آمدیم تبریک گویم همه تا سربلند باشیتون. او پسرکایی که در اینجا خدمتوی کردن سالانگ سرتراش کردن بگذار در آینده من با مانند استاد با مانند خوابیگیتای پیش همین دیار فخر همین قشلاق باشن، همین قشلاق به خدمت کنن، همین ملت به خدمت کنن. سلامت باشیتون. سردای من برای شما و همه مهمانایی که در این بزم اشتراک دارن خوش آمدید. از نام خودم، از نام اکا، از نام همه مهمانان رحمت کلان. سردای من برای شما. شدم همیشه گلی خاطری منی عشق منی امیدی منی دلبری منی داشتم همیشه گلی خاطری منی عشق منی امیدی منی دلبری منی عشق منی امیدی منی دلبری منی
چشمم زی فراق خودم بدم گیره کند از تواری سرم تا به قدم گیره کند میگیریم مزار و می نویسم نامه از گیره زاری من قلم گیره کند از گیره زار من قلم گیره کند چشمم زیفی را دنبالم گریه کند از تو هری سرم خواب قدر گریه کند چشمم زیفی را دنبالم گریه کند از تو هری سرم خواب قدر گریه کند میگیریم مزار ننویسم نامه میگیریم مزار ننویسم نامه از گیره زاری من قلم گیره کند از گیره زاری من قلم گیره کند خدا بردارد رامهای هجرانت ایمانت سازد دلهای من مهم رساند دنبال نهاره قرار بخشد جای سرگردانت ای خدا بردارد